لو پارزیان امباپه تصمیم نهایی خود را برای پیوستن به رئال مادرید گرفته. پوچتینو میگه هم ما بد بودیم و هم داور بد بود. بواتینگ به سالارنتینا پیوست. انتقال آراخو به بایر مونیخ کنسل شد. سلام و فوتبالستانی عزیز، به گزارش ورزشی خانه فوتبال خوش آمدید. قبلی که طرف اخبار ورزشی بریم، کسایی کامنت گذاشتن نامشان را حتما در آخر ویدیو میخوانیم. قبل از اینکه یادم بره باید به این سوال جواب بدم. بعضی از شما پرسیده بودین که چرا تصویر از خود در قسمت از ویدیو مانده. این به این خاطر است که ویدیوی ما کپی رایت نخوره و به دلیل اینکه ویدیوی ما کپی رایت نخوره و بند نشه، ما مجبور هستیم تصویر خود را در قسمت از ویدیو بانیم تا بر فیسبوک را ثابت کنیم که ویدیو از ماست و سازنده از ویدیو ما هستیم. اخبار امروز را از بواتینگ شروع می‌کنیم. بواتینگ به سالارنتینا پیوست. ژرم بواتینگ مدافع سابق بایر مونیخ در انتقال آزاد به سالارنتینا پیوست. دوران حرفه این مدافع میانی 35 ساله آلمانی به دلیل مسائل حقوقی خارج از زمین در چند سال اخیر از مسیر پیشرفت خارج شده است. او 6 ماه گذشته را تنها در زمین تمرین گذراند و بعد از اینکه بایر مونیخ با بحران کمبود مدافع روبرو شد، برای مدتی کوتاهی قرار بود که دوباره به ترکیب بایر مونیخ برگردد، چیزی که اصلا مطلوب هواداران این تیم نبود. و آنها به شکل‌های مختلف اعتراض خود را از این تصمیم اعلام کردند و در نهایت بایر مونیخ ترجیح داد که از خیر این ستاره پرآشیه بگذرد. امروز تایید شد که بواتینگ قرارداد 6 ماهه با سالارنتینا امضا کرده و تا پایان فصل به این باشگاه ملحق خواهد شد. او پیراهن شماره 5 را در تیم سال کامپانیا خواهد پوشید و به زودی در ترکیب تیم فیلیپو اینزاگی قرار خواهد گرفت. پوچتینو میگه هم ما بد بودیم و هم داور بد بود. پوچتینو در نشست خبری پیش از بازی چلسی برابر ولورهمپتون شرکت کرد و درباره شکست برابر لیورپول صحبت کرد. عملکردمان به اندازه کافی خوب نبود. تکرار میکنم، اصلا خوب بازی نکردیم. مهم این است که نسبت به تیم انتقاد داشته باشیم و واقع‌بین باشیم که به اندازه کافی خوب نبودیم. البته علاوه بر این که خوب نبودیم، تصمیم داوری نیز بر علیه ما بود. من باید از باشگاه‌ام و منافع هواداران دفاع کنم. آنقدر واضح بود که حرفی نمی‌ماند. همه دیدن که چه اتفاقات افتاد. ما شانس لازم را برای سود بردن از تصمیمات داوری را نداشتیم. در عجیب‌ترین اخباری که دیشب نشر شد، لو پارزیان رسانه معتبر فرانسوی اعلام کرد که امباپه بالاخره تصمیم نهایی خود را گرفته و به رئال مادرید می‌خواهد که بپیوندد. دیگر هیچ شکی وجود ندارد امباپه برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید مصمم است و بعید به نظر میاد که نظرش تغییر کند. دیگر هیچ شکی وجود ندارد زیرا ناصر الخلیفی مالک پاریس ژرمن پذیرفته که امباپه در تابستان آینده به جمع مادریدی‌ها می‌پیوندد و همچنین اعلام کرد که امباپه منتظر است در زمان مناسب انتقال خود را به رئال مادرید اعلام کند. انتقال آراخو به بایر مونیخ کنسل شد. شما شاهد بودین که بایر مونیخ خیلی به دنبال جذب آراخو بود. این در حالی است که اتلتیک این خبر را بیان کرد و گفت که آراخو دوست داشت که به بایر مونیخ بپیونده و بایر مونیخ بابت این انتقال مبلغ 80 میلیون یورو را به بارسلونا می‌خواست که پرداخت کنه. اما این ژاوی بود که مانع انتقال شد. ژاوی رؤسای بارسلونا را تهدید کرد که اگر آراخو را به بایر مونیخ بفروشد، او هم بارسلونا را ترک خواهد کرد و به همین دلیل بود که این انتقال متوقف شد و آراخو به بارسلونا ماندنی شد و از طرفی بایر مونیخ هم به دنبال جذب دایر رفت. کمپانی HP شریک تجاری جدید رئال مادرید است که لوگوی آن روی آستین کتیرالی ها قرار خواهد گرفت. این کمپانی اولین اسپانسری است که در تاریخ اکثر 21 ساله باشگاه رئال مادرید لوگوی آن روی آستین پیراهن این تیم درج می شود. فیفا به رئال بتیس ولی اجازه داد علیرغم بسته شدن پنجره معامله پابلو فورنالز و سعید برحما را از وست هم کامل کند. این دو انتقال در آستانه رسمی شدن بود که به دلیل تعلل وست هم در ارسال اطلاعات پنجره بسته شد و اکنون فیفا درخواست تجدید نظر لیون و بتیس را پذیرفته است. به نقل از لالیگا از خوان لاپورتا میپرسند نظر شما درباره پیوستن فلیک به بارسا چی است؟ یعنی که ژائو فلیک در بارسلونا دائمی است یا که نه قرارداد قرضی که تمام شد دوباره به اتلتیکو مادرید خواهد پیوست؟ لاپورتا در جواب میگه این تصمیمی است که باید دکو روی آن کار کند. ممکن است ما تصمیم‌های خلاقانه تری بگیریم. بازیکنانی که بیشتر پاس گل را برای رونالدو دارند. در صدر کریم بنزما با 47 پاس قرار دارد. در رده دوم گرت بیل قرار دارد با 32 پاس گل. میسوت اوزیل با 31 پاس گل، دیماریا با 25 پاس گل و مارسلو هم با 25 پاس گل در رده سوم تا پنجمین لیست قرار دارد. و اما برای مسی سوارز 47 پاس گل دارد که در صدر قرار گرفته. دانی آلوز با 42 پاس گل دوم، انستا با 37 پاس گل سوم، ژاوی با 31 پاس گل چهارم و پدرو با 25 پاس گل در رتبه پنجمین جدول قرار گرفته. توماس مولر به رکورد 500 پیروزی با پیراهن بایر مونیخ رسید. به نقل از ریلو کپا در رئال مادرید نخواهد ماند و این تصمیم به صورت قطعی گرفته شده. مروان فلینی ستاره سابق اورتون و منچستر یونایتد در 36 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و این خبر به صورت رسمی تایید شده.
اما در جذابترین دیدارهای دیشب جام ملت‌های آسیا، ایران توانست با نتیجه 2-1 ژاپن را از پیش رو بردارد و راهی مرحله بعدی شود. ایران با این بردی که مقابل ژاپن به دست آورد توانست بعد از 19 سال و پیروزی مقابل ژاپن برسد و این طلسم 19 ساله را بشکند و از طرفی بر کسایی که طرفدار تیم ایران بود تبریک میگم. و در یک دیدار دیگر از جام ملت‌های آسیا، قطر توانست با نتیجه 3-2 در ضربات پنالتی ازبکستان را از پیش رو بردارد و راهی مرحله بعدی شود. در دیدارهای جذاب در اروپا، تاتنهام 2-2 با اورتون مساوی کرد. البته در این دیدار تاتنهام تا دقایق 90 را برنده بازی بود. در دقیقه 94 اورتون گل مساوی را زد و امتیاز را این دو تیم بین خود تقسیم کرد. اما در دیدار جذاب دیگر نیوکاسل با نتیجه 4-4 با لوتون تاون مساوی کرد. در مهمترین دیدارهای لالیگا اسپانیا، اتلتیکو بیلبائو مایورکا را با نتیجه 4-0 شکست داد. بارسلونا هم آلوارز را با نتیجه 3-1 شکست داد. بارسلونا با این بردی که به دست آورد فشارها را از روی خود کم کرد و بازیکنان بارسلونا موفق شدند که یک نفس راحت در لالیگا بکشند. و از طرف این ویتور روکه است که در 2 بازی پیاپی برای بارسلونا گلزنی کرد. ببینیم که این ستاره میتونه انتظارات بارسایی ها را برآورده کنه یا نه. به نظر من ویتور روکه و لامین یامال 2 ستاره ای است که میتونه آینده درخشانی را داشته باشه. در مهمترین دیدارهای لیگ ایتالیا، فروزنون 3-2 از میلان شکست خورد. میلان این دیدار را با کامبکی که انجام داد برنده شد. و در دیدار دیگر از لیگ ایتالیا، لچه با نتیجه 3-2 فیورنتینا را شکست داد. در لیگ آلمان بازی میان دورتموند و هاینهم با نتیجه بدون گل به اتمام رسید. بایر مونیخ هم با نتیجه 3-2 گلادباخ را از پیش رو برداشت. و از طرف دیگر شاگردان ژابی آلونسو با برتری که مقابل دارمشتات داشت، این بازی را با نتیجه 2-0 برنده شد و صدرنشینی خود را تثبیت کرد. در مهمترین دیدار لیگ شامپیونای فرانسه، پاریس سن ژرمن با نتیجه 2-1 استراسبورگ را شکست داد که در این بازی برای پاریس سن ژرمن امپاپه و آسانسیو گلزنی کردند. و در اخیر تشکر میکنیم از فرهاد حسینی، حمید حسینی، شهزاده تنها، عبدالشکور صدیقی، عثمرعی اکبری، نجیب جمالزاده، یاویز کنز، علی محمدی، دادالله اکرمی، دلشکسته، عبدالقادر رحمانی، پرویز ظاهری، شهزاده تنها، حاجی رحیم الله غفوری، آرش امیری، محمد داوود نورزی، اسد محسنی، جهانشاه فایزی، علی محمدی، دلاغا ایوبی، نوید همسفر، بشیر هزاره، مبارز صادقی، رئیس مهرالله باقاضی، ضیا علیزاده، بهنام و عین الله محمدی که در ویدیوی قبلی ما کامنت گذاشتند. تشکر که تا اینجای کار با ما همراه بودید. اگر این ویدیوی ما را دوست داشتید حتما لایک کنید و فراموش نکنید که صفحه ما را فالو کنید. تا دیدار بعد، بدرود.